مردی یه تخم عقاب پیدا کرد و اونو گذاشت تو لونه مرغا. عقاب با جوجه مرغا از تخم در اومد و کل عمرشو با اونا بزرگ شد. عقاب با خیال اینکه خودش هم یه جوجه مرغه کاریو میکرد که جوجه ها میکردن. به زمین واسه گرفتن کرم و حشره ها نوک میزد و مثل اونا قط میکرد. سالها گذشت. یه روز پرنده شگفت‌انگیزی رو در آسمون دید که با ابهت تمام بر فراز ابرها پرواز میکرد. عقاب پیر با تعجب بهش زل زده بود. از مرغا پرسید اون کیه؟ یکی از مرغا جواب داد اون عقابه، شاه پرندگان. اون متعلق به آسمونه و ما متعلق به زمین. ما مرغیم. عقاب کل عمرشو مثل یه مرغ زندگی کرد و مرد، فقط چون فکر میکرد یه مرغه. افکار و رفتارت خیلی تحت تاثیر کسایی هست که باشون معاشرت میکنی. وقتی با مرغا بگردی سخته که مثل یه عقاب باشی. یادت باشه انتخاب آدمای اطرافت یعنی انتخاب سقف پروازت. اگه میخوای اوج بگیری باید جرأت کنار گذاشتن مرغا رو داشته باشی. در غیر این صورت کل عمرت مثل یه مرغ زندگی میکنی و در نهایت هم میمیری. تو کاریزما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی.